ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی دانش آموزان عزیز و گرامی. خب، جلسه دوم از بخش مثلثات در خدمت شما هستم. خب، همونطور که در جلسه گذشته هم گفتیم، ما میاییم در واقع به بررسی اضلاع و زوایا در علم مثلثات در یک مثلث قائم الزاویه میپردازیم و ما گفتیم که یک مثلث قائم الزاویه مثلثی هست که دو ضلعش و همدیگه عمود هست و ضلع سوم که گفتیم وتر هستش. اومدیم و به ارتباط بین این اضلاع و زوایا با استفاده از علم مثلثات پرداختیم و اولین فرمولی که گفتیم این بود که تانژانت یک زاویه حالا حاده در یک مثلث قائم الزاویه برابر بود با طول ضلع مقابل به زاویه آ تقسیم بر طول ضلع مجاور به زاویه آ که میشد BC به BA. یکی از دانش آموزان سوالی کرده بود و گفته بود که ضلع مجاور به آ هم این ضلع کدوم از این اضلاع رو من بگیرم؟ ببینید این ضلع مقابل و مجاوری که اینجا صحبت کرد البته با اون دو ضلعی هست که در واقع عمود بودند بچه‌ها، درسته؟ این دو ضلعی هست که در واقع عمود بودند در با این دو ضلع داره میخواد، یکیش مقابله یکیش مجاوره. اومدی و در واقع فرمول کوتانژانت در واقع آلفا رو هم گفتیم، به این صورت اون رو بیان کردیم که میشد AB به BC. فرمول سینوس آ رو داشتیم که میشد در واقع طول ضلع مقابل به زاویه آ به طول وتر که به صورت B3 به آ3 وتر میشد. نگاه کنید زاویه آ مقابلش B3 هست همونطور که میبینید. بله، یه فرمول چهارمی هم داشتیم که تحت عنوان کوسینوس آ بود که میشد طول ضلع مجاور به زاویه آ به طول وتر. خب ما این فرمول ها رو گفتیم که شما بایستی به خاطر بسپرید تا ما بتونیم سوالات در واقع مربوط به ریاضی رو با هم دیگه حل بکنیم. خب، بررسی یک موضوع مهم. ببینید بچه ها، من اگه بخوام برای زاویه آ و برای زاویه س به ترتیب فرمول های سینوس و کوسینوس رو بنویسم، خب میتونم بنویسم که سینوس آ برابر است با مقابل به وتر یعنی BC به AC. از طرفی برای C کوسینوس اگر بنویسم میشه مجاور یعنی BC به وتر که میشه AC. ببینید اینجا اتفاقی افتاد، این دوتا عبارت با همدیگه دقیقا برابر شدن. میبینید هر دوتا BC به AC BC به AC هست. یعنی چی؟ یعنی سینوس آ برابر است با کوسینوس C در یک مثلث قائم الزاویه. اینجا اگه آ باشه اینجا B اینجا C، سینوس آ برابر با کوسینوس C هست. طبق این نتیجه گیری ما میدونیم که B به علاوه C به علاوه آ مساوی 180 درجه هستش. زوایای داخلی یک مثلث 180 درجه است. از طرفی میدونیم که مقدار B 90 درجه هست. پس اگه این 90 ببرم این ور مساوی آ به علاوه C مساوی 90 درجه میشه، درسته؟ خب، پس میخوام در نهایت بیام یک نتیجه گیری رو برای خودم داشته باشم و اون نتیجه گیری چی هست؟ ببینید نکته نتیجه، اگر دو زاویه آ و C متمم یکدیگر باشند
متمم یکدیگر باشن یعنی مجموع این زوایا برابر با 90 درجه باشد. در اون صورت بین سینوس و کوسینوس این روابط برقرار است. این روابط بچه ها، این روابط بین سینوس و کوسینوس در واقع برقرار هستش. یعنی اگر مجموعه آ به علاوه سی مساوی 90 درجه باشه، در اون صورت سینوس آ برابر با کوسینوس سی هست. حالا این موضوع یعنی چی؟ الان من بخوام این مورد رو براتون مثال بزنم، سینوس آ میتونید بگین برابر با کوسینوس چه زاویه هست؟ 90 منهای 25 مگه 65 نمیشه؟ پس میشه کوسینوس 65 درجه. چرا؟ چون 25 به علاوه 65 میشه 90 بچه. خب حالا شما به من بگین کوسینوس 15 درجه برابر با سینوس چه زاویه‌ای هست؟ 75 درجه. چرا؟ چون 15 به علاوه 75 میشه 90. یه مثال دیگه، سینوس 10 درجه برابر با کوسینوس در واقع چه زاویه‌ای هست؟ 80. درسته؟ چرا؟ چون 80 به علاوه 10 میشه 90. یه مورد دیگه، سینوس 50 درجه برابر با کوسینوس چه زاویه‌ای هست؟ میشه کوسینوس 40 درجه. چرا؟ چون که 50 به علاوه 40 مساوی 90 میشه. یه مثال دیگه، سینوس 60 درجه برابر با کوسینوس چه زاویه‌ای هست؟ میشه در واقع کوسینوس 30 درجه. یه مثال دیگه هم بزنیم، کوسینوس 90 درجه برابر با سینوس چه زاویه‌ای هست؟ سینوس 0 درجه. چرا؟ چون که 90 به علاوه 0 میشه 90. خب با توجه به آموزشی که در اون جلسه دادم، اگه بخوام این سوال رو حل بکنم، ما میتونیم این سوال رو به این شکل حل بکنیم. بگیم که کوسینوس 15 درجه همان سینوس 75 درجه هست. درسته؟ کوسینوس 20 درجه همان سینوس 70 درجه هست. درسته؟ پس اینو من میتونم به این صورت بازنویسی کنم، سینوس 75 درجه منهای سینوس 70 درجه به اضافه کوسینوس 80 درجه و به اضافه سینوس 70 درجه. این با این خط میخوره. درسته؟ از ما اینجا یه منهای سینوس 75 درجه رو جا گذاشتیم، این هم با این خط میخوره و جواب مسئله میشه کوسینوس 80 درجه که خود کوسینوس 80 درجه هم برابر با سینوس 10 درجه هستش. پس جواب ما میتونه به دو صورت بیان بشه، یا پس جواب برابر با کوسینوس 80 درجه یا سینوس 10 درجه هستش. این سوالم که متوجه به آموزشی که توی اسلاید قبل دادم که به راحتی حلش کرد. فقط کافی بود که به جای کوسینوس 15 درجه بنویسیم سینوس 75، به جای کوسینوس 20 درجه بنویسیم سینوس 70. سینوس 75 اینجا هست، اینجا قرینه نشه. میبینید با هم دیگه خط میخوره. این موضوع هم با این خط میخوره چون اصلا دیگه کم میشن. اینجا منفی داریم، این پشت منفی داریم، با این کسر میشه.